با سلام خدمت تمام دوستان اشبار. اولین ویدیوی کانالمونه، به امید خدا شروع میکنیم دیگه. بریم بعد 5-6 سال خونه توری اینا رو توراش عوض کنیم. توراشون پاره شده، ایرانی تا باید عوض شد، اینجا باید سر سامون بگیره. اینجا ما 5-6 سال پیش کبوتر بازی خیلی حرفه‌ای میکردیم، ولی دیگه کفترها رو اینجا دزدیدن و البته الان از پارسال دیگه حیوانای کمشون برگشتن، جوجه دادن. الان پارسال هم یک 26-7 دونه هوایی داشتیم، ولی امسال دیگه با امید خدا جفتگاه رو پر کردیم. جوجه هامونه اینا همون دسته هوایی همون که فیلم پرششون هم تو کانال هست. از این به بعد او رو با که بپرونم من براتون میذارم. یه با امید خدا کم کم شروع کنیم ویدیوهای کانالمونم. اول ایستگاه خونه توریمون اینا رو درست کنیم. اینجا دیگه چند سال کبوتر نبود و ویلش رها شده بود دیگه، یعنی کسی نمی اومد اینجا. تا اینکه اولین کفتری این بود که برگشت بعد از 6 سال. یک کم کم شروع شد دیگه دوباره این سال چسبیدیم به کفتر باید. دیگه امشب تورارم خریدیم دیگه، همه چی آماده. ایرانی تا اینا رم خریدم ولی پایینه باید بیارم فردا صبح دیگه به امید خدا. الان اگه بتونم تورا رو عوض کنم یا رو همین تورا رو بکشم دولای بشه، چون این تورا دونه درشته که خودش دونه ریزه. دیگه حالا با امید خدا شروع میکنیم. یه ویدیو هارم کم کم میگیریم میذاریم براتون. اینجا دیگه شروع میشه. یک دونه ریپمون اینجا، یه دونه اونجا، دوتا اینجا، دوتا اونجا، یه دونه اونجا. دیگه با امید خدا 3-4 تا جلو هم. با امید خدا شروع میکنیم. حمایت دوستان میترم با تشکر. بریم برای بس کردن طولا. خب دوستان عزیز دیگه تا اینجا اینجوری تورا رو بریدم اندازه هاشون و اون تورا هم اومد دیگه. الان اینا مون بر فردا، چون الان دیگه ساعت 12:30 شبه. یه فردا تا نیرو کمکی هم بهمون ملحق شه، اگه شد براتون فیلم میگیرم. فعلا کاسای جوجه کشی رو شنگ کنیم تا من برم تو کوله بر ویدیو میگیرم. خب دوستان عزیز، این بعضی کوله جوجه کشی های که باید نظافت بشه، مرتب بشه، چون دیگه 2 هفته مریض بودم دیگه. این 2 هفته با بی‌حوصلگی هر جور بوده اینجا. اینا رو باید همه رو درست کنم.
ویدیوهایی که دیگه براش لونه گذاشتم تا کاسه هاشون همه رو بیاریم و شناشون عوض کنیم. به امید خدا امسال اگه عمری باشه با یاری دوستان دفترهای خودتون رو میپرونیم دیگه. این حیوان ها متعلق به خودتونن، اینجا متعلق به خودتون. اینجا هم حالا کسایی که جا ندارن بر دلیلی ازش بازی دور موندن واسه شون اینجا ما هر روز ویدیوشونو میذاریم، دفترهای خودشونن. حالا تا من اینا رو تو گنجشون بکنم ویدیو رو قطع کنم دوباره میگیرم. خب خدمت دوستانی دیگه شاید در طور اینا نتونستیم ولی وزش افتضاحشونه. همین باید یه پلاستیک دیگه هم بیاره شنو تازه اینو شسته شده. اگه حیوانتون جوجه داره این جوجه هاشون اینجوری توپل درست بشن برنج این که دیگه خودمون هرچی مصرف کردیم ازا اومد تهدیگ بشورید روغنشو بگیرید دیگه نه همه روغنشو یکم چربی بر زمستون چون کفتر لازمه و جوجه از اول رویبار بیان لازمه بذارین میان بعد مثلا زور به جوجه داره بدیم واقعا جوجه هاشون خوب میشن خود حیوان توپل میشه ولی هوایی ها رو نباید چون اونا رو نمی کنن. این الان مثلا آکاس اینا رو یادم نفر که کاسه ها رو برداریم و این پارسال از حتی اولی همون بودن این دوتا ایشون بودن اینا خانومشه دیگه الان به تخمه این خواهرشونه. اینا مسابقه دندارین که امسال آوردیم برای امید خدا یاری بده این سال این ماده رو میبریم مسافت این الان دیگه تو ایزی هم که اصلا ایونا سر شکلشون چجور شده. این ماده رو مشتری داره اگه ندادم این ماده رو میبره مسافت. این ماده اگه جوجاش بزرگ کنه میبره مسافت. اینا حیوان هایی هم که تو هر پیدا میشن نگاه قول متوسطه واسه دوستانش باره که در حال نمیتونن جاشو ندارن تو خونه آپارتمانی هن. دیگه ما بهش بجا براشون اینجا ویدیو میذاریم دیگه اینجا آقل خودشونه دفترهای خودشونه. خب دوستانش باز کنیم دیگه این کاسه ها رو که یه دونه 18 کیلوگر بیاد. بعد واسه حیوانی که میخوان اینجوری ویل باشه اینجوری 18 کیلویا رو بچینیم. حالا من پایین چند جفت پراشون چیدم از این گربا چوبی گذاشتم این سبب جفت بار این حیوان هایی هم که بیل اینجوری میتونیم درست
تا سبد و بست جیپی میچسبونیم ظرف و آب میذاریم از اینجا واسه در میبریم دیگه ایوون 10 روز که توش باشه آب دور نشن داخلش میگیم دیگه ایوون جفت میشه و میتونین از جا که میخواییم بندازین ویل بذاریم. اگه گنجه داشتین اینجوری که دیگه چه بهتر، این گنجه هم باید توراشون عوض کنیم دیگه. با امید خدا شروع کردیم دیگه، با امید از فردا صبح ایرانی تا تورو. بعد یک نظافت کامل کولا که الان اینا رو ضدعفونی کنم، خاکاشون خالی کنیم ببریم ضدعفونی کنیم و نگاه کنیم بعد از جوجه دهی چجوری میشه. این باید حداقل هر 3 ماه خاکش عوض کنیم چون این دونه های درشتی که شن داره میخوره کفتر. اگه بتونیم واسه شنشو بگیریم بشوریم دونه ها درشتشو جدا توی یه ظرفی یعنی ظرف دونهشون جلوشون بذاریم خیلی به کفترها کمک میکنیم. چه خاک دیگه. حالا ما اینا رو ببریم بریم تو دیگه بریم ویدیو رو ادامه میدیم. خب دوستان عزیز دیگه تشتمون رو داریم آب میکنیم و دونه دونه تا ساعت بذاریم پیس بشه واسه شستن ضدعفونی که این سال جای به امید خدا خوب خوشگل بکشیم لایق وقت زحمت که دوستان بذارم باشه. یه کانال خودتون ویدیو اولمونه با گوشی ضبط میشه. کم کم گوپرو باید بگیرم واسه کانال اگه دوستان ما این کانال بگیره خودشو ما هم سال خودمون میذاریم. یه دوستان از اینجا به بعد حمایت شما رو میطلبه. خیلی ممنون از لطفتون تا من اینا بشورم و بریم واسه شن کردن و جار جفت انداختن. خب دوستان اسواز کارم ضدعفونی کردیم و شستیم دوتا شنای شسته که ضدعفونی کردیم من باید دادیم. حالا بذاریم براشون رو بذاریم تو گنجاشون به امید خدا. بسم الله. خب دوستان اسواز این شن تازه و شسته واسه جفتگاه همون به امید خدا. خب دوستان اسواز کاسای همه شنن دیگه شن گذاشتیم ما بگیریم توپ کنه جفتم توپ میکنن اینو مرچنی دیگه. الان باید بریم سراغ اون 18 کیلویی بالا اینی که پایین شنم کم داریم باید فردا برم بشورم بیارم براشون دیگه. کم کم شروع کردیم با امید خدا ببینیم امسال تا کجا پیش میریم. دوستان این ابلغ ما هم دیگه مادش از اول ویدیو بود اینم جوجه شد دیگه. مادش فروختیم همین الان ساعت 12:30 شب مشتری شما پیله کرد دیگه. گفتم جوجه داره ولی گفت بله دیگه داریم اینم نرسید تا جوجه رو بزرگ کنه. یه ماده دیگه داریم براش بیرونه نشونتون میدم. حالا اینا رو پر کنیم تا جایی که شنا بس کنه. خب دوستانش باز این خالیمون اینا پر شده. این خالیمون چند تا خالیمون فقط که دیگه فردا با امید خدا و اینه که پایینم باید بیارم اینجا یک نظافت بشه و